سلام عزیزان، امروز اومدیم با شرایطی که اگر به هر عنوانی مشتری تتومون دچار واکنش آلرژیک یا التهابی شدش، در واقع مراقبت هایی که بعدش باید انجام بدیم و پیشگیری های قبلش رو به صورت سناریو اجرا بکنیم. قبل از هر چیزی خیلی واجب هستش که شما حتما از مشتریتون بپرسین که در واقع حساسیت و آلرژی داره به چیزی یا نه، و بهتر هستش که بین تقریبا 24 ساعت الی 72 ساعت قبل از انجام کار تتو، حالا میکرو بلیدینگ یا میکرو پیگمنتیشن، یک تست حساسیتی هم مشتریتون بگیرین که به این صورت هستش که شما رنگی که میخواین استفاده کنین که حتما باید تاییدیه FDA و وزارت بهداشت رو داشته باشه، یکی که در حد در واقع یک قطره داخل آرنج مشتریتون بزنین و تقریبا بین 1 ربع تا نیم ساعت این رنگ بمونه روی دست مشتری، در صورتی که هیچ گونه واکنش التهابی مثل قرمزی، سوزش، خارش و کحیل‌هایی که خیلی ریز ریز احتمال داره روی پوست تو ناحیه که شما رنگ رو کار کردین اگر نزنه، یعنی که هیچ مشکلی وجود نداره و شما به راحتی میتونین کار تتوتون رو انجام بدین. ولی به هر دلیلی اگر در حین کار متوجه شدین که مشتری داره واکنش آلرژیک مثل تنگی نفس، مثل سرفه، مثل قرمزی و التهاب شدید یا کحیل‌هایی که تو ناحیه‌ای که دارین کار میکنین میزنه، سریعا باید کار رو متوقف بکنین و با سرم‌های شستشو یا آب جوشیده‌ای که حتما خنک شده بیاین و اون ناحیه‌ای که در واقع کار کردین رو کامل شستشو بدین. بعد اینکه اون ناحیه رو شستشو دادین و بلافاصله کار رو در واقع متوقف کردین، که حالا من اینجا به صورت در واقع حالت سناریووار دارم این کار رو انجام میدم، باید این رنگ ها و مواد بی‌حسی که شما تو اون ناحیه کار کردین با پنبه یا دستمال های مخصوص این کار کامل تمیز بشه، شستشو داده بشه و از پمادهایی که در واقع کرم های ضد التهاب هستن و حتما باید بدون کورتون باشن، چون این سری افراد به کورتون در واقع حساسیت دارن، مثل بپانتن استفاده بکنین تو اون ناحیه تا التهاب و قرمزی، سوزش و خارشش هر چه سریعتر بخوابه. در صورتی که دیدین که این قرمزی، التهاب و یا سرفه های مشتریتون متوقف نشد، هر چه سریعتر با اورژانس تماس بگیرید و مشتریتون رو همراهی بکنین تا بیمارستان. اگر در اون حد نبود، از مشتریتون خواهش بکنین که حتما با پزشک پوستشون تماس بگیرن و اتفاقاتی که افتاده رو خودتون هم کامل ثبت بکنین تا در واقع بتونین به پزشک متخصص ارجاع بدید. و خیلی در واقع به صورت حرفه‌ای هستش که اگر خدای نکرده واکنش آلرژیک اتفاق افتاد، خیلی محترمانه از مشتریتون عذرخواهی بکنین و این اطمینان رو به مشتری بدین که تا در واقع درمان کامل شما تو این پروسه کنارش هستین، که از لحاظ روانی در واقع یک آرامش خاطر خوبی رو به مشتریتون بدین و یک پرستیژ کاملا حرفه‌ای رو از خودتون تو ذهن مشتریتون به جا بذارین. امیدوارم که مفید بوده باشه.